عزیز قسمت دوی نوار از کاخ نادری شاه کاخ جمشید هم میگویند در کلات نادری قرار داشته است. اینجا چی است؟ خانه عروسی. در زمانی که دختر را عروس میکردن این خانه ها مخصوص تازه عروسا بوده. خانه عروس ها دیدید؟ عروس روش محکم او شه اینقدر بزیب مردک. این دوگانه های عروس است. این خدمتگارا این بالای سرش لاله است و هر گونه خوراکه ها هست. خانه عروس رو ببینید این موزیک میزنه برابر آهان ببینید موزیکانتی شه و عروس اینجا هست. خلاصی گپ چقدر بزیب است. این تنوری که خودمون هم داریم از این تنور نامپذیر هست. این عروس و داماد رو رسمش رو ببینید. این علاقه رسمی علاقه کمتر زمانوی چلیکاشون هینا کردن. ببینید نکای چلیکای شه هم داماد هم عروس رو هینا کردن. دوام میدیم نوارم رو از دیگر جا. اینجا مغازه عطاری مغازینی گیاهای دارویی سودا میکنه میفروشه. اینجا مغازین بوده است. فروشگاهی عطاری. من ببینید فلاکانچیک ها هم اینجا موندگی و هر گونه گیاه های شفا بخش فکر کنم ده گیاه ها من درون بانک ها گیاه ها گرفته شده است. اینجا ترازو مونده شده است. این آقای من سوداگر بوده است. مغازین چی این کس یاردمچیشون زنشان میباشد که یاردمچی بوده است. این درهای همون وقته این درها باقی مونده است. ببینید درهایشان چگونه هست. بالا خانه هاشون خسپوش است. بالایش گیل دارد. گیل و خسپوش. میگردیم به این طرف. این چه تجهیزات است؟ نجاری موقع رنده که این چوب رو میبردن رنده میکردن صاف میکردن. تجهیزات کارکرد چوب. بله. فهمیدم. تجهیزات کارکرد چوب. دوام میدیم. نوارمون رو. اینجا ابزار کشاورزی. این ابزار برای زیر اینا بسته می شده برای گندم رو که خرمن میکردن با اینا گندم رو میکوبیدن. این همین اسباب برای گلاگوی گندم بوده. این هم خطی میکوفتی آنشا خر قطی؟ با خر با گو؟ اولاغ خر گو. اینش چی هست؟ اینش اون کومه آسیاب آبی. آسیابی؟ توربینشه. این توربینش؟ آب که میخورده توربینه آسیاب آبی. پرواش الان افتاده. بله این چوبکدوهای ما که آب میگرفتن. انا این چی هست؟ و کفش نامش چی هست؟ چارق. ما هم قدر میخواستم فهمم چارقش خیلی است. انا کن در عمرم دیدم چارقش خیلی است. در قدیم چارق بسیار میپختن. همون پوست رو توفله میکردن. چارق میکردن. اونم انگوششان میکردن برای درو. بله. درو. بغلی انا انگشت رو یعنی پرچتکی کوری وقتی کار کردن من هم پرچتکی میپوشم موزیکا اونها پرچتکی بود از هر یک انگشت رو در علایگی میانداختند. این گندم کار است. اون بالا نه اون گندم کار چیز گندم رو الک کرده شده است. الک اونی که جوف میکنن مال زمین چپه میکنن. جوف میکنن. اینا گاو اولاغ سپر چی میگن وای ما میگن اینا گاو آهن خشت زمین چپه میکردن. فهمیدم. اسپور گاو اسپور میگن در ما. انا اسپور پلوگ هوزی است که انا پلوگ بوده است هم دیوران عزیز. تماشا کنید. این چیکار میکنن میزنند؟ این چیکار میکنن؟ این داره اون چیز گندم رو میکوبه. نه کاه پر کرده است. انا این کیسه است. این خالته هست. در خالته که پر میکند خانه میبرد. این مردک همه که پر کرده بعد تیاق میزند یا که تیاق سریکیف میکند نمیدونم با همین چوب میزند تا بگم که را مایده کرده میشنوند. این شاخه ها است. آزم میبرن. این شاخه هایشون است. بله شاخه میگم. شاخه میگم. این شولی های دوره قدیمشون هم بودن دیده. شولی کوری دیگه شولی هایش در ولایش هست تو حالا ما نبینید هولم خوشه شولی هست. میرم دوام میتیم نوارگیری همون رو از دیگر باز موقع
ما از قسم پایانی برآمده به قسم بالایی آمدیم و قسم قبط بالای زمین رو میبینیم. این نقش نگارهایی که 280 سال پیش این نقش نگارها بود. درست؟ این نقش نگارها 280 سال پیش بود و بینید این حجاری و کار حجاران هندی نه هندی ها چیز کردن این نقاشیش مال هندی هندوها آوردگی بود است. شاهی که شاهنشاهی میکرده است. باز یک چی پرسیدنی بودم. آقا جان این نادرشاه ایرانی بود یا که دیگر؟ ایرانی بود. بله ایرانی بود؟ بله. این سنگار رو سنگار سنگ تراشای هندی آمدن اینجا. این سنگار تجاری کرد. میوه را دل میوه هست. میوه رو نشون دید. انا اینجا میوه هست. انا این طرف میوه. انا میوه هست. انا میوه دیدید؟ انگور هست و موزه سیب گلابی بانان هست و سیب و نوک و این خیار بادرینگ باشه. بادرینگ و اناناس و آناناس کدوی و این مرغ چی هست؟ کپک است. کپ در همینجا بسیار است. رسم کپک هم کرده دید. بیاید درون روی مکان رفتیم. یک درونش داریم چی گپ است. هم دوران عزیز ما داخل شدیم با داخلی کاخ. یاد راست میشم که این کاخ رو شاه چی نام داشت گفتید؟ نادرشاه برای خود ساخت است که اینجا بعد از وفاتش قبرش رو در اینجا گراندن، لیکن در اینجا گرانده نشده است. این رو ببینید چه بلند است. این رو هندوها آماده کردن این رو یا که رسمش هندوها کشیدن. استوا رو از هندوستان آوردگی بوده است. هندو وقت استای زردشت است و این رو آماده کرده است. هر جا ببینید کمی رنگش فرق میکند. این تاقچه از این تاقچه فرق میکند رنگش. خطای قرآنی، آیه های قرآنی. من گیر بگیر سبحانک عزت اما یصفون و سلام علی المرسلین یا رب العالمین. این ببینید همه گیر بگیر حرفای قرآن ثبت کرده است در اینجا. نادرشاه هم دیارین عزیز در اینجا ما تمام میکنیم و با آقای که ما رو همسفر بودن یک جهان تشکر میگم. آقا جان به شما یک جهان تشکر. آقای عبدالزاده به شما یک تشکر. آقا جان که ما رو امشب مهمانداری کردن به شما از نام خلق تاجیک یک جهان تشکر. بیاید ما مهمانداری کنیم شما رو و دوشنبه مرحمت مهمانداری بیاید ما تکلیف میکنیم شما رو. ما و شما هم فرهنگ و همزبان هستیم. یک دل یک جان هستیم. آقا جان یک جهان تشکر. آقای عبدالزاده با شما در دوشنبه علاهیده گپ میزنیم. خدا خواهد. همداران عزیز همه کسا تشکر میگویم با این شخص هایی که ما را امروز مهمانداری کردن از پس ما گشتن. خدا نگهبان شما باشد.